سلام دوستان، امروز اومدیم با تعمیر یکی از مانیتورهای کامپیوتر. یه مانیتور رو بردن واسمون، میگن روشن نمیشه. میخوام به ساده ترین روش تعمیرش کنیم که همتون بتونید تو خونه انجام بدید. مانیتور رو اوراق میکنیم، از این گوشه ها میتونید مانیتور رو باز کنید. یکم پینای سفته ولی شدنیه، باز میشه. طبقه که در آوردید مانیتور رو برگردونید، خواب رو جدا میکنید، سوکت ها رو جدا کنید، این منبع تغذیه‌شه. مشکل از اینه. پیچاشو که باز کردید به آروم میارینش بالا، برش میگردونید، سوکت رو میتونید جدا کنید. عیب اولیش چشمی میتونید پیدا کنید. این دوتا خازن، این دوتا سرشون باد کرده به خاطر نوسانات برقه. دوتا رو تعویض میکنید. دوتا باد کرده. خازن که باد کرده رو هم دارید، مقدارش رو پیدا میکنید. خازنا 680 فاراد 25 ولت بودن، باد کرده بودن. خازن مورد نظر ما در دسترس نبود، ما مجبور شدیم دوتا خازن رو سری کنیم که به اون ولتاژی که میخواستیم دست پیدا کنیم و اینا رو حالا کار میذاریم. خب دوستان، همونجور که گفتم ما خازن مورد نظرشو نداشتیم و مجبور شدیم 4 تا خازن رو موازی ببندیم به هم دیگه و جا بذاریم. حالا میریم برای بستنش. قبل از بستن یه تست بگیریم.
همونطور که میبینید مانیتور روشن شد. به همین سادگی.